خب زبان آموزان محترم، لکسیون های قبلی رو خوب امیدوارم که مطالعه کرده باشید. اما دقت کنید بچه ها، یک نکته باز براتون بگم. این نکات تئوری و بیانی یا زبانی که بهتون میگم اعتماد شما به کار رو زیاد میکنه. به این شکل اون چیزی که میخوام بگم اینه. من شما رو خیلی دیر میخوام وارد گرامر زبان آلمانی کنم. در واقع شما هر چیز زودتر باید بتونید حرف بزنید. وقتی شما بتونید حرف بزنید، علاقه به وجود میاد. الان شما میتونید بگید من دارم، خب، بعد من هستم، بعد تو هستی، تو داری، و دو تا اینجا سلام و خدافظی یاد گرفتی، چوز شو نابن و الی آخر. اما دقت کنید، من پایانه ها رو قبلا برای شما اهمیتش رو گفتم و شما پایانه ها رو الان خوب میشناسید. پایانه، خب ما یه فعل زاین بچه یاد گرفتیم، یه فعل هابن یاد گرفتیم و با این فعل هابن بود که ما پایانه ها رو یاد گرفتیم. پایانه ها رو بگید: ich habe، درست گفتید، ich habe، du hast. خب دو، حالا من همه رو می‌نویسم، du hast روبروش می‌نویسم بچه که جا زیاد نگیره. ich habe، du hast، و او مرد چی؟ یا او زن، و اوی که نه مرد نه زنه بگید. حالا من یکشو می‌نویسم فقط er hat، زنده باشید، و بعدی wir حالا wir رو پایین می‌نویسم، wir haben، مرسی، شماها ihr habt، و آنها haben، و شمای محترمانه چی؟ sie haben. اما نکته که من اینجا میخوام بگم اینه که این در مورد فعل‌های دیگه، ببخشید، در مورد فعل‌های دیگه تکرار میشه. الان همین پایانه ها رو شما دیگه الان دارید. بذارید اصلا پایانه ها رو من همین بالا بنویسم که شما پایانه ها رو همینطور جلوی چشتون داشته باشید. ich با a میاد، du با st میاد، sie s با t میاد، wir با an میاد، ihr با t میاد، sie آنها هم با an میاد، و sie محترمانه هم با an میاد. حالا من فقط پایانه ها رو براتون رنگی میکنم که پایانه ها رو به این شکل بتونید خوب تشخیص بدید بچه‌ها. این خیلی مهمه. پایانه ها رو الان شاید بگید چرا درس قبلی رو من الان تقریبا 2 دقیقه طول کشید درس قبلی رو تکرار کردم. میگید چرا؟ خب درس قبلی بچه‌ها، تکرار یکی از اساس بنیاد یادگیری زبان هست. خب این از این. حالا میریم سراغ گهن، یعنی رفتن. فعل گهن میشه چی؟ رفتن. یا تکرار کنید: گهن، رفتن، گهن، رفتن. خیلی خوب. خب ببخشید. خیلی خوب. فرضاً میخواید بگید من میرم. خب ایش رو میشناسید، ی، برای ایش چی میاد؟ تمام شد. بگید تو میری، دو، گ، برای تو چی میاد؟ ست. تمام شد. ببین چقدر ساده. من میرم، تو میری، او زنه یا او مرده میره، برای او مرده، او زنه، او نه مرده نه زنه چی میاد؟ ت میاد. اینم ت. حالا ما رو بگید: wir، پس ich gehe، du gehst، er geht. حالا er هم که بگید، حالا غلط نیست، ولی سعی کنید بگید er. خب wir gehen، برای wir چی میاد؟ en میاد. نوشتم. بعد ihr gehe چی؟ ت، درسته، و زی آنها میشه گین. دیگه من تون می نویسم و شمای محترمانه میشه چی؟ زی گین. خب حالا این فعل شماست. یه فعل دیگه براتون می نویسم دوستان. بذارید همینجا براتون. خب بذارید پاک کنم پس، یا میخواید بمونه. فعل کومن. بگید بچه ها: ich، رنگش رو عوض کنم که قاطی نکنید. خب بگید ich komme، درسته؟ ich komme یعنی من میام. مصدر شما چی است؟ کومن به معنای آمدن هست. خب کومن رو هم آبی میکنم که شما بتونید تشخیص بدید. ich komme، du kommst، du kommst. او مرده، او زنه، او بچهه er، sie، حالا اینا رو من نوشتم s، kommt. الان دیگه میدونید چرا این حرف اول بزرگه، چون اول جمله است. اول جمله همیشه چی؟ حرف بزرگ باید نوشته بشه. اینا رو پاک میکنم.
kommt. او میاد، یعنی او مرد داره میاد. حالا wir kommen، ihr kommt، پایانه ها رو میبینید دیگه، برای ihr ت میاد، میبینید، و آنها میان sie kommen. شمای محترمانه میشه چی؟ sie kommen. زنده باشید. الان شما پس یک فعل زین، یک فعل هابن، یک فعل گین و یک فعل چی؟ کومن رو بلدید. اجازه بدید که این فعل ها رو من پاک کنم. دیگه الان میتونیم با هم دیگه چی صحبت کنیم بچه‌ها. من میگم که ich komme پیش تو، سودیه. دوستان همین پیش تو رو هم الان چی یاد بگیرید، در واقع حفظش کنید. من میام پیش تو. دقت کردید؟ من میام پیش تو. تو میای پیش من چی میشه؟ حالا این دیه چی هست رو الان کنجکاوی نکنید، فقط بدونید که من میام پیش تو میشه ich komme zu dir. خب وارد گرامر نمیشیم. Du kommst zu mir. تو میای پیش من. Du kommst zu mir. دقت کردید؟ یه نکته میگم و این لکسیون رو هم به پایان میرسونیم. همین رو مثلا وقتیش زی کومن، بذار زی کومن هم بگم، شما میایید پیش من. زی کومن سو میه. خب همین رو مثلا میخواید بپرسید، از طرف بپرسید، روش پرسشی دارم بهتون میگم، خیلی راحت کومن یا فعلتون رو میارید چی؟ میارید اول. میارید اول. دقت کردید؟ بعد فاعل رو میاریم. kommen Sie zu mir، پیش من میایید، یا اصلا zu mir هم برمیداریم. kommen Sie، شما میایید، بعد جواب میده که ja ich komme، آره من میام. خب امیدوارم که از این لکسیون هم لذت برده باشید، سوالی کردن یاد گرفتید. الان میتونید سوال بسازید.